هر کسی ای الله راضی باشه، ای زندگیش راضی باشه، فردا الله خود انا میخواد وام میخورده که من تو راضیم. برادر ما بنده خداییم، فقیریم، تنگ دستیم، قشاقیم، کمبغلیم، بیماریم، بویم، میلیاردریم. در همه حالت ما ای تقدیر الله راضی بودند، فردا خدا خود وام میخوردیم. ما کار کنیم برادرها، ای تقدیرامون راضی باشیم، ای تقدیرامون راضی باشیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در بالای کورپچه نشسته بودن و گپ میزدن، میگفتن همون روزی که پروردگار آدم خلق کرد، تمام چیز زندگی در کارش بود آورده، در عقل و ذهن آدم ماند. آدم گفت ملائکه قد یک گپ زد، ای جاش خست گفت همین کورپچه منم همون رو در ذهنش مونده بود. انما آدم پدر مونه حالی کورپچه یگان چیز دنیا وجود نداشته، در عالم بالا خداوند در تار عصبش مونده بوده که انمی خیلیش فرزندایی تو. اون مردمایی که اختراعات پیش رفت کرد و یا در عالم بالا تقسیم شدگی های، همون مردمایی که ایدتشون نمی بیایه و هم در عالم بالا تقسیم شدگی های. این باید تنتیم.